با عرض سلام خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که همگی حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد مبحث استنتاج خدمتتون صحبت کنم و چند تا تمرین راجع بهش حل بکنیم. اما قبل از اون لازم میدونم که برخی از هم‌ارزی های مهمی که ما استفاده میکنیم حتما میدونید و دارینشون، یعنی قبلا تمرین کردین، ولی یک بار دیگه من اینها رو که میخوام ازشون استفاده کنم در استنتاج میخوام خدمتون معرفی بکنم. پس من هم‌ارزی های منطقی مهم رو خدمتون معرفی میکنم. هم‌ارزی های منطقی. خب اولیش که حتما من سعی میکنم از ساده هاش عبور کنم دوستان. شما مثلا این خاصیت رو میدونید، خاصیت جابجایی که اینم یه حالت دیگرش این هستش که پ و کیو هم ارز است با کیو و پ. این رو میگفتیم جابجایی، خاصیت جابجایی. خاصیت بعدی خاصیت شرکت پذیری هست که مثلا پ یا کیو یا آر هم ارز است با پ یا کیو یا آر، و اینکه با اند اگه بخوام بنویسم میشه پ و کیو و آر هم ارز است با پ و کیو و آر. این رو بهش میگیم شرکت پذیری. بعدی خاصیت پخشی هست. پخشی فرق میکنه، اینو باید دقت بکنید. این عملگر، اونی که داخل پرانتز هست با اونی که بیرون پرانتز هست متفاوته و این در این پخش میشه پ یا کیو و پ یا آر، که اگر بخوایم دوگانش رو در نظر بگیریم به این شکل میشه پ و کیو یا پ و آر. این میشود خاصیت پخشی. خاصیت بعدی جذب هستش. جذب خیلی کاربرد داره. ما سعی میکنیم که اینا رو در ذهن داشته باشیم و هر وقت که نیاز شد به طور حفظ، مثل اینکه شما جدول ضرب رو حفظ هستی، به این شکل باید اینا رو بتونی استفاده کنی، یا برعکسش مثلا دوگانش. ببینید این رو به این شکل حفظ میکنید. من رنگ قلمم رو تغییر بدم. ببینید یه پ بیرون هست، دوباره همون گذاره داخل پرانتز هم هست. ببینید باز میخوام این اشتباه نوشتم. داخل پرانتز هم همین پ هست. و دومین مطلبی که باید بهش توجه بکنید این عملگر هست. عملگرها با هم فرق دارن، این با اون یکی نیست. پس در این حالت خاصی جواب می شود پ. به این میگیم جذب. خب حالا یه خاصیت دیگه هست اسمش شبه جذبه. شبه جذب چه شکلیه؟ به این شکله که اینم برای حفظ کردنش باید توجه کنید به 2 تا نکته، باید دقت کنید. دوگانش هم بنویسم خدمتون، بعد توضیح بدم که چطوری حفظش کنید. ببینید دوباره یه گذاره بیرون داریم، این دفعه ناتش داخل پرانتزه. یه گذاره داریم ناتش داخل پرانتزه
و دومین که باید توجه بکنیم، عملگرها با هم فرق دارن. خب از این دوتا که به این شکل که میبینیمش میفهمیم این خاصیت شبه جذب داره و میشود حاصلش میشود P یا Q، اینجا میشه P و Q. این میشه خاصیت شبه جذب. و خاصیت دمورگان به این شکله که اگر P یا Q یه نات روی کلش اومده باشه، این هم عرض با دونه دونه شون نات بشه، دوگانش میشه P و Q، ناتش میشود P بار یا Q بار. خب از اینا من خیلی استفاده خواهم کرد. اینی که قبلش توضیح میدم که در استنتاج ها من از اینها استفاده خواهم کرد. برخی از هم‌ارزی های مهمم ازتون میخوام حفظ باشید. برخی هم‌ارزی های مهم که باید حفظ کنید این هستش. یکیش P آنگاه Q هم ارز است با P بار یا Q. ببینید اولین گزارش نات شده یا Q. این رو بایستی حفظ کنید. و دومی که اینم خیلی برام استفاده میکنم ازش در استنتاج ها و خواهید دید، این عبارت هست، این هم ارزی که اینها اولا ببینید کی اومده ابتدا نات شده، P هم رفته انتها نات شده. اینم حفظ کنیم که ازشون میخوایم استفاده کنیم. اگر میخواین مطمئن بشین که اینها برای یادگیری خودتون میتونید شما جدول بکشید و اثبات بکنید که ترو فالس ها رو بنویسید و ببینید این دوتا هم ارز هستن. اما ما دیگه این رو واگذار میکنیم به خودتون که این کار رو انجام بدید اگر میخواید مطمئن بشید که به چه شکلیه. بعد این چند تا هم ارزی رو که شما در نظر میگیرید حفظ میکنید اینها رو. یکی دیگه هم هست، اونم خیلی میخوام استفاده کنم ازش، اینم ازتون میخوام که حفظ کنید. P آنگاه Q آنگاه R هم ارز است با P و Q آنگاه R. اینم استفاده خواهم کرد، این رو هم حفظ میکنم. خب حالا میرم وارد مبحث استنتاج میشم. استنتاج تعریفش رو حتما سر کلاس میدونید، اما من یک بار دیگه خدمتتون به طور کلی توضیح میدم. ما میخواهیم از فرضیات P1 و P2 تا Pn حکم Q را نتیجه بگیریم. یعنی میخوایم بگیم که میخوایم نشون بدیم، به یه عبارت دیگه میخواهیم نشان دهیم که P1 و P2 و تا Pn آنگاه Q یک استلزام منطقی است. خب ما میدونستیم که در وقتی که من خدمت شما چیز رو این ترکیب شرطی رو خدمتتون توضیح دادم، گفتم که اگر مثلا P آنگاه Q رو داشته باشیم توی جدول هم ارزیش اگر P فالس باشه این قطعا درسته، Q قطعا، این عبارت قطعا درسته. اما اگر P ترو باشه من باید اثبات کنم که Q هم درسته. پس من در مورد اینکه P من میگم من میدونم این P
P1 P2 تا Pn درسته، حالا اثبات میکنم که Q هم درسته. یعنی اثباتش به این شکله، اگه بگم اینها نادرست هستن که خب این اصلا اگر اینها نادرست هستن، P1 P2 تا Pn نادرست هستن، مشکلی نیست که این عبارت، این ترکیب شرطی درسته. من میخوام زمانی این رو اثبات بکنم که میگم P1 تا Pn درست هستن و حالا میخوام نتیجه بگیرم که Q هم درسته. استنتاج رو با چه علامت هایی نشون میدیم؟ استنتاج رو به چه شکل ریاضی نمایش میدیم؟ ریاضی نمایش میدهیم. خب ببینید یک شکل نمایشش به این شکله، P1 P2 تا Pn با این علامت استنتاج ازش نتیجه میگیریم Q را، اینطوری باید بگیم. بعد یا این که به صورت اینطوری می نویسیمش. ببینید یه دونه از این علامت ها اینجوری 3 تا نقطه‌ای میذاریم، بعد میگیم Q. اینم یه شکل دیگه نمایشش هستش. حالا برای استنتاج قوانینی وجود داره، قوانین استنتاج که ما از این قوانین استفاده میکنیم و استنتاج رو حل میکنیم. قانون اولش قانون انتزاع هستش. قانون انتزاع که بهش مودوس پونانس هم میگیم، خیلی در هوش مصنوعی کاربرد داره، مخصوصا در قسمتی که با منطق ریاضی میخوایم مسائل رو حل بکنیم. الگوریتمایی که داریم از این قانونه دارن استفاده میکنن که وقتی رسیدیم به هوش مصنوعی این رو مطالعه خواهید کرد. قوانین استنتاج گفتم خدمتون، قانون مودوس پونانس به این شکله. ببینید میگه اگر یه P داشته باشی و P آنگاه Q، یعنی چی؟ یعنی میدونم P درسته، میدونم P آنگاه Q درسته. میگه از اگر این دوتا قانون رو داری، شما باید Q رو نتیجه بگیری. ببینید اولیش P تنهاست، بعدی P آنگاه Q، پس از اینجا نتیجه میگیری Q درست است. قانون دوم، اگر P آنگاه Q، Q آنگاه R، اینجوری شکل مثلث گونه میکشین. ببینید اینم اینطوری حفظ کنید. وقتی که باید این شکل، ببین همچین شکلی باید درست بشه. وقتی اون یه P آنگاه Q بعد Q آنگاه، این همچین شکلی بود، حاصل می شود P آنگاه R. اینم بهش میگیم قیاس صوری یا قیاس فرضی. خب حالا من با همینا چند تا براتون سوال حل کنم با همین دوتا. مثلا میخوایم اثبات بکنیم، مثلا این استنتاج رو حل کن، حاصل این استنتاج چیست؟ به من یک گزینه، یه دونه کیو بار داده، یه دونه هم P آنگاه کیو داده. خب من اونجوری که بلد هستم اول میایم اینا رو زیر هم دیگه می نویسیم، بعد شماره گذاری کنید عبارت هایی که دارید. خب از قوانینی که من داشتم، یه دونه قانون انتزاع داشتم. قانون انتزاع این شکلی بود، یه دونه تنها داشتم، اون یکی هم این دوتا شبیه به هم بود که حاصلش میشد کیو، نتیجه استنتاجش میشد کیو. اما این شبیه این نیست، این کیو تنهاست.
اما خاطرتون هست گفتم خدمتون یک هم ارزی من داشتم، گفتم خدمتون اینو حفظ میکنید. پ آنگاه کیو هم ارز است با نقیض کیو آنگاه نقیض پ. خب حالا میام میگم که این رو هم میذارم، قانون اینو میذارم دستور مثلا این عبارت که داده شده عبارت سوم میذارم. پس میام میگم عبارت 3 و عبارت 2 رو اگه من در نظر بگیرم میشه کیو بار و به این شکل. الان میبینید شبیه شد، حاصل میشود نقیض پ. خب پس من یه دونه رو 2 تا دونه بیشتر قانون حفظ نمی کنم، نمیام همه چی رو بخوام حفظ کنم، نه 2 تا دونهش رو حفظ کردم، ازش به عنوان ابزار استفاده می کنم و به کار می برم. تمرین 2. تمرین 2 نتیجه این استنتاج چیست؟ میگم مثلا به من مسئله به این شکل داده شده، گفته شده پ یا کیو و پ بار. خب ما اول اینا رو زیر هم دیگه می نویسیم، بعد شماره گذاری می کنم. خب نگاه میکنم اینا اصلا برای من اینا آشنا نیستن. اون شکلایی که من کار میکردم این شکلی نبود، اون قوانینی که من استفاده میکردم این شکلی نبود. بعد نگاه میکنم میبینم اونی که گذاری تنها هستش اون به صورت نقیض اومده، پ بار اومده. بعد یاد یه هم ارزی میافتم، میگم اینو بلد بودم که میدونستم که پ یا کیو هم ارز است با نقیض پ آنگاه کیو. خب میگم که اینو داشتم، پس این رو میذارم عبارت 3. حالا میگم از 2 و 3 چه نتیجه میگیرم؟ میبینم نقیض پ آنگاه کیو. ترتیبشون مهم نیست، بالا پایینش مهم نیست، فقط مهم اینه که این شکل رعایت بشه. نتیجه میده چی؟ استنتاج میشود کیو. پس ما میگم دقت میکنیم، نمیاییم هی اذیت کنیم خودمونو. چند تا هم ارزی، چند تا قانون در نظر میگیریم و ما بقیه مسائل رو با اون حل میکنیم. خب بعدی ببینید وقتی که من خدمت شما تعریف استنتاج رو گفتم استنتاج به این شکل هستش که ما میگیم P1 و P2 و تا Pn، ما گفتیم P1 و P2 تا Pn استنتاج میده، ازش استنتاج میشود کیو. خب من این رو میتونم وقتی که میخوام بنویسم میتونم P1 به این شکل بنویسم، P1 و P2 و تا Pn به این شکل هم میتونم این رو بنویسم. درسته؟ پس این عبارت رو میتونم به این شکل هم بنویسمش. پس این دارم خدمتون میگم که برای ما اینا قیافه های آشنایی هستن. در اصل ما استنتاج رو همیشه به یه شکلی که برامون قابل درکه و برامون قابل فهم هستش اینا رو می نویسیم که راحت باشیم، به زبان ریاضی می نویسیمشون. خب پس اگر به من عبارت پ داده شد، پ و کیو، خب حاصل این استنتاج چی میشه؟ میشود پ و کیو. خیلی ساده، درسته؟ به این شکل داریم مثلا الان بنویسم حاصل این استنتاج چیست؟ خب یا اینکه مثلا اگر به من پ و کیو بدن، پ
P و Q بدن. خب میگن حاصل این استنتاج چیه؟ یه فرمت دیگهش. اینو به چه شکل می‌نویسی؟ حاصل این استنتاج چیست؟ خب من این رو ببینید وقتی که این طرف درسته، یعنی هم این قطعا درست بوده هم این قطعا درست بوده، پس در استنتاج P و Q یه جواب دیگهش این هستش که P تنها میتونه باشه Q تنها، فرقی نمیکنه. پس بعضی وقتا ممکنه مثلا در تست‌های کنکور تو گزینه‌هایی که شما به دست آوردید مثلا همچی عبارتی P و Q به دست آوردی اما P تنها داریم، خب پس میشه P تنها هم درست میشه. پس اینا رو باید دقت بکنیم. حالا تستاش رو میبینیم با هم دیگه، میبینیم تمرین میکنیم. یا مثلا حاصل این استنتاج چیه؟ مثلا P تنها. خب من میدونم P تنها وقتی میگی P تنها P درسته است میشه P یا Q. P با یا Q هم میشه دیگه، درسته؟ چون که Q میتونه هر مقداری داشته باشه، وقتی که حاصل این استنتاج میتونه باشه P یا Q. چون من میدونم P درست است، Q هر چی میخواد باشه، این با هم اور شدن، پس این حاصل قطعا تروه. پس به این شکل ها میتونیم بنویسیم. ما بعضی وقتا در تست ها خواهید دید که بعضی وقتا در سوالات شما مجبور میشی همچین حرکت هایی بزنی تا به نتیجه برسی، به اون نتیجه که در گزینه ها گفته شده خودت رو برسونی. یا مثلا این سوال گفته حاصل این استنتاج چیست؟ مثلا گفته شده P یا Q، P بار یا R. خب ببینید من میگم این اصلا شبیه اون چیزایی که من خوندم، اون قوانینی که به من گفتی این شکلی نبود. خب میگم اینو بیا اون شکلی که خودت راحتی اون شکلیش کن. اول میام شماره گذاری میکنم 1 و 2. میگم 1 رو میتونم بنویسم نقیض P آنگاه Q. اینو میتونم بنویسم P آنگاه R. درسته؟ پس این با این هم عرضه و این هم با این هم عرضه. خب باز نگاه میکنم بهش، میگم که خب اونی که من میخواستم استفاده کنم باید یه همچین چیزی گفتی که باید درست بشه، این که نداره همچین چیزی. میگم که خیلی خوب تو همچین شکلی میخواستی درست بکنی، اگه این رو با اون، یادتونه خدمتون گفتم که نقیض P آنگاه Q هم ارزی که خدمتون گفتم باید حفظ کنین، این یکی از کاربرداشه. گفتم خدمتون P آنگاه Q هم ارز است با نقیض Q آنگاه نقیض P. خب الان من میام این عبارت اسم اینا رو این عبارت ها رو 3 و 4 میگذارم که بتونم راحت ازشون استفاده کنم. خب میام 3 رو میگم 3 میگم نقیض P آنگاه Q هم ارز است با نقیض Q آنگاه P. خب حالا اینو میذارم عبارت 4. خب الان از میخوام 4 که دارم 5، این رو میگذارم گزینه 5 عبارت 5. خب الان میگم که با 4 مقایسش کنیم، 4 و 5. ببینید الان هست نقیض Q آنگاه P و P آنگاه R. پس اگه الان نگاه بفرمایید ببینید این دوتا اون شکلی شده، پس حاصل میشه نقیض Q آنگاه R.
پس ممکنه توی گزینه ها این شکلی نباشه. اگه خاطرتون باشه خدمتون گفتم این عبارت هم ارز چیست؟ هم ارز است با کیو یا آر. پس ممکنه توی گزینه ها اینو داده باشن، ممکنه این شکلی داده باشن. پس شما بایستی نگاه بکنی خودت رو اون شکلی که به سوال نگاه کن، اون شکلی که از تو خواسته شده اون رو انجام بده. یا مثلا عبارت دیگه، مثلا حاصل استنتاج زیر را به دست آورید. حاصل این استنتاج چیست؟ پ و کیو، پ آنگاه کیو آنگاه آر. خاطرتون هست در اون هم ارزی هایی که خدمتون گفتم حفظش کنید، گفتیم که پ آنگاه کیو آنگاه آر هم ارز بود با پ و کیو آنگاه آر. این هم حفظ گفتم خدمتون انجام بدید. خب الان نگاه کنید. خب این رو شماره گذاری میکنم. عبارت 1 و عبارت 2 به من گفته حاصل استنتاج چیست؟ ببینید عبارت 2 رو نگاه بفرمایید. من عبارت 2 رو هم ارزیش رو می نویسم که عبارت 2 رو می نویسم پ و کیو آنگاه آر. بعد عبارت 1 رو هم شما ببینید. عبارت 1 شده پ و کیو. خب اگر خاطرتون باشه در قانون قیاس استثنایی یا موداسپونانس یا انتزاع ما چی میگفتیم؟ میگفتیم که اگر دوتاشون شکل هم بود حاصل میشه آر. پس من کار ندارم که مقدم این چند تا گزینه داره، اگه مثل هم هستن مشکلی نیست، نتیجه میشود آر. خب بعدی حاصل این استنتاج چیست؟ پ آنگاه کیو آر آنگاه اس کیو بار یا اس بار. خب من میام اول اینا رو خدمتون گفتم شماره گذاری میکنم. خب قیافه اولیه خب حالت استاندارد داره، دومی هم همینطور، سومی رو نه، سومی رو دوستش ندارم. میگم که خب بیا سومی رو هم ارزیش رو مینویسم. میگم عبارت 3 رو بهتره یه شکلی که بلدم انجام بدم. میگم کیو آنگاه اس بار، یا میتونم هم ارز با اس آنگاه کیو بار، فرقی نداره. حالا باید ببینم فراخور حالم که کدوم رو میخوام استفاده کنم، کدوم به دردم میخوره، از اون استفاده کنم. اگر نگاه بکنیم عبارت 1 رو نگاه بفرمایید. 1 و 3 این 3 میگیم پ آنگاه کیو کیو آنگاه اس بار میشود. ببینید این دوتا شکل همن، می شود پ آنگاه اس بار. اگه این عبارت 4 نامگذاری بکنم، عبارت 2 رو نگاه بفرمایید. عبارت 2 آر آنگاه اس. ببینید اگه من اینجا بنویسم آر آنگاه اس، این شکل اتفاق نمیفته. پس من باید چیکار کنم؟ باید این رو اون شکلی که میشه، اون شکلی که من بلد بودم انجام بدم، یعنی از قوانین بخوام استفاده کنم. پس میام 4 رو میام هم ارزیش رو مینویسم. میگم هم ارزی 4 هست چی؟ میشه اس آنگاه پ بار. خب الان دیگه شبیه شد. پس ببینید 2 و پس از اینا نتیجه بگیرم، از اینو بذارم 5، بگم از 2 و 5، 2 و 5 رو نگاه بفرمایید. 2 و 5 می شود اس
اس می رود به پی بار. ببینید من الان اگر آر آنگاه اس بنویسم این شکلی میشه. خب اینم غلط نیست، ولی من باید اون شکلی که یاد گرفتم انجام بدم، استانداردش رو رعایت کنم که قاطی نکنم. خب پس بیم اول اینو بالا می نویسم که بتونم نتیجه بگیرم، یعنی این شکلی بشه. بعد بنویسم آر آنگاه پ بار. اینم تمیزش کنم مشکل نشه. خب الان نتیجه شده آر آنگاه پ بار. ممکنه بگن که اینو یه شکل دیگه نمایش بده. خب این گفتیم هم عرض است با چی؟ این هم آر آنگاه پ بار هم عرض است با نقیض آر یا پ بار. خب حتی مثلا ممکنه اینو خاصیت جابجایی، ممکنه در گزینه ها این شکلی باشه، اصلا مهم نیست، هر مدلی که میخواد باشه. من بلدم اونا رو تغییر بدم به اون شکلی که خودم بلد هستم، یعنی برام آشناست یا تو گزینه ها هست، اصلا مهم نیست. یه حاصل الان یه سوال جالبه دیگه. میگه حاصل این استنتاج چیست؟ پ بار آنگاه فالس. گفته حاصل این استنتاج چیست؟ ببینید من میدونم هم ارزی این هم ارز است با پ یا فالس. پ یا فالس چی میشه؟ خب گفتیم که این پ یا با هر چیزی میشه پ دیگه، این هم ارز است با پ. پس نتیجه این استنتاج اگه فرم دیگه ای بخوام این رو نمایش بدم، حاصل این استنتاج میشود پ. خب چند تا تمرین با هم دیگه حل میکنیم در مورد اینکه درستی استنتاج های زیر رو بررسی کنیم. خب نتیجه این استنتاج ها رو بررسی کنید. خب گفته پ یا گفته پ بار آنگاه آر و آر آنگاه اس آیا نتیجه می دهد پ بار آنگاه اس؟ خب میگم که اگر بخوام اینطوری اون شکلی که خودمون بلد بودیم بنویسیم، این که ساده بود دیگه، پ بار آنگاه اس. خب حتی هم ارزیش هست اس بار آنگاه پ. درسته؟ اینو بلد بودیم، این چیز ساده بود. بعدی گفته که درستیش رو بررسی کنید. درستی استنتاج های زیر را بررسی کنید. مثلا هست پ آنگاه کیو آنگاه آر و اس آر بار یا دبلیو بار یا یو و پی و دبلیو. آیا از این استنتاج می شود یو؟
ببینید اینجا گزاره زیاده و من اونجور که خودم بلدم اینا رو زیر هم می نویسم، شماره گذاری می کنم. اونایی که شکلشون برام ناآشناست آشنا می کنم. بعد میخوام ببینم آیا یو نتیجه میتونیم از اینا نتیجه بگیریم یو رو یا نه. پس میام به این شکل میگم پ آنگاه کیو، کیو آنگاه آر و اس، آر بار یا دبلیو بار یا یو، پ و دبلیو. خب میام شماره گذاری میکنم 1 2 3 4. ببینید اولین کاری که میکنم وقتی استنتاج رو میبینم اول قوانینش رو نگاه میکنم. خوب در قوانینی که الان میبینم هر جا اند دیدم و رو دیدم اینا رو از هم جدا میکنم اگه این شکلی بود، چون مفهوم این و این و یکیه. پس اینا رو جدا می نویسمشون. پس اینو میشه قانون 4 رو می نویسم پ، قانون 5 رو می نویسم دبلیو. پس به این شکل میشه. خب اینو اینجوری گستردش کرد. خب حالا میام میگم که خیلی خوب قانون 4 رو تغییر دادم، قانون 3 رو هم قیافش برای من آشنا نیست، هم ارزیش رو می نویسم. میگم این باشه آر آنگاه دبلیو بار یا یو. باز اینم می نویسم آر آنگاه دبلیو آنگاه یو. خب قانون 3 رم این شکلیش کردم. چی میگن؟ جمله سوم رو هم به این شکل تغییر دادم. خب حالا نگاه میکنم بگم که من چیکار میتونم، از چه قوانینی میتونم استفاده کنم. قانون 1 و 4 رو نگاه بفرمایید. از قانون 1 و 4 نتیجه میگیرم پ آنگاه کیو هست و پ چی به دست میاد؟ کیو. قانون این رو میذارم قانون 6. از 6 و 2 چه نتیجه میگیرم؟ میشه کیو آنگاه آر و اس و کیو. به من چی میده؟ به من میده آر و اس که گفتم خدمت اینو باید جدا کنم. یه آر جدا بنویسم یه اس جدا، یعنی این بشه 7 این بشه 8. خب با 7 و 3 چی به دست میاد؟ با 7 و 3 این به دست میاد که آر آنگاه دبلیو آنگاه یو و آر می شود دبلیو آنگاه یو. اینم جمله نهم منه. خب جمله نهم دبلیو آنگاه یو با 5 رو اگر مقایسه بفرمایید 9 و 5 با هم چی میده؟ دبلیو آنگاه یو با دبلیو به من چی میده؟ به من یو رو میده. پس این درستی حاصل شد، درستی اثبات شد. ببینید اگه شماره گذاری نکنید دچار اشتباه میشید، یعنی فراموش میکنید چی به چیه کجا به کجاست این رو نیم. ولی شماره گذاری که میکنین دیگه خیالتون راحته. خب بعدی درستی استنتاج زیر را بررسی کنید. خب میگه که پ بار این دفعه ترکیب دو شرطی به من داده. پ بار کیو و کیو آنگاه آر و آر بار استنتاج میشه ازش. آیا استنتاج میشه ازش پ؟
خب پس من اینو باید اول بیام به اون شکلی که میشناسم جداشون کنم، به اون شکلی که قوانینم رو میتونم روشون رعایت بکنم اون شکلی می نویسم. میگم قانون دو شرطی میدونم که این شکلیه که اینا رو جلسه گذشته خدمتتون تدریس کردم. این ترکیب دو شرطی رو باز میکنم، به این شکل میشه کیو آنگاه آر و آر بار. میام شماره گذاری میکنم 1 2 3 4. ببینید همیشه از اون تکیه شروع میکنیم با یکی از اینا. نگاه میکنم اینم تکیه آربار هستش، ولی من توی هیچ کدوم از اینا آربار ندارم، اما 3 رو میتونم ازش آربار رو به دست بیارم. پس میام میگم این هم ارز است با آربار آنگاه کیو بار. خب حالا 3 و 4 رو با هم میگیرم، میگم 3 و 4 با هم میشه آربار آنگاه کیو بار و آربار، ازش حاصل میشود کیو بار. خب کیو بار رو تکی دارم، هیچ کدومشون دوباره اولشون کیو بار نیستش. 2 رو نگاه کنید، 2 هم ارز است با پ آنگاه کیو بار. خب الان عبارت اینو اگه بذارم اسمش رو 5، عبارت 5 رو نگاه بکنید، کیو بار به دست اومده. عبارت 1 رو نگاه میکنم، میگم که این رو اگر هم ارزیش رو بنویسم، هم ارزی 1 میشه کیو بار آنگاه پی. خب پس عبارت 1 و 5 میشه کیو بار آنگاه پ و کیو بار حاصل میشود پ و به دست آمد. این نتیجه به دست آمد، پس این استنتاج درست است. یکی از تست‌های کنکور رو حل میکنیم. گفته نتیجه استنتاج زیر چیست؟ کیو آنگاه پ آنگاه اس و آر نقیض اس یا نقیض دبلیو یا زد و کیو و دبلیو. گزینه 1 گفته زد 2 دبلیو 3 اس 4 هر 3. خب ما میایم اول شماره گذاری 1 و 2 و 3 و 4 رو نگاه میکنم، میگم اینا که اند هستش جدا میکنم، تفکیکشون میکنم، اینو میشود کیو دبلیو. پس این میشه 4، این میشه 5. خب عبارت 3 رو نگاه میکنم، میگم که 3 برام ناآشناست، هم ارزیش رو انجام میدم، میگم اس آنگاه نقیض دبلیو یا زد که اینم هم ارز است با اس آنگاه دبلیو آنگاه زد. خب بقیهشون هم که آشنا هستن. خب 1 و 4 رو در نظر میگیرم. 1 و 4 به من چی میده؟ میگه کیو آنگاه پ با کیو به من میده پ. این رو میگذارم 6 و 6 و 2 رو نگاه بفرمایید. 6 و 2 میشه پ آنگاه اس و آر و پ به من میدهد اس و آر که اینها رو میشه اس و آر جدا میکنم. این رو میگذارم 7، این رو میگذارم 8. بله و اگر نگاه بفرمایید 3 و 7 رو ببینید. 3 و 7 به من چی میده؟ 3 و 7 میگه اس آنگاه دبلیو آنگاه زد و 3 رو که گفتم خدمتون 7
7 که اسه. W آنگاه Z رو میده و اگر با W که 5 هستش این رو در نظر بگیریم، اگر این رو هم عبارت 9 بگذارم، W آنگاه Z و W به من Z رو میده. W عبارت 5 بود و این هم عبارت 9. که ببینید اگر توجه بفرمایید در گزینه ها گفته شده Z رو به من میده، بله میده. آیا W رو تنها رو میده؟ بله، چون که W اصلا تو خود فکت های ماست، تو خود صورت مسئله هست، یعنی اینو درسته. S آیا S رو به من میده؟ بله S رو هم داد. پس هر 3 عبارت رو به من میده. میخوایم ببینیم که آیا این استنتاج معتبر هست یا نه. آیا این استنتاج معتبر است؟ صورت سوال گفته شده P آنگاه Q آنگاه R نقیض Q آنگاه نقیض P و P آیا ازش R استنتاج می شود یا نه. خب ببینید این 1 و این 2 و این 3 همیشه گفتم از اون تکیه شروع میکنیم ببینیم با کدوم یکی از اینها میشه گرفت. 1 و 3 قابل انجام هست، میشه P آنگاه Q آنگاه R و P. به من Q آنگاه R رو میده، میذارمش 4، جمله 4. بعد نگاه میکنم میگم که خیلی خوب 4 و 2 رو اگر نگاه بکنم میگم که خیلی خوب این 2 رو نگاه بفرمایید. اگر 2 رو که نقیض کیو آنگاه نقیض پ هستش هم ارز است با پ آنگاه کیو. خب اگر این عبارت رو بذارم همون عبارت 2 در نظر بگیرمش، شما 2 و 4 رو ببینید. اگر بخوام که این حالت کیو آنگاه آر این میخوام درست بشه رو در نظر بگیرم، میده به من پ آنگاه آر. خب این رو بذارم عبارت 5. پ آنگاه آر رو با 3 ببینید، یعنی عبارت 5 و 3 رو اگر با هم در نظر بگیرم به من چی میده؟ میده آر. بله این معتبر است. سوال بعدی گفته که دوباره همون نتایج آیا معتبر هست یا نه هستش. پ و کیو، پ آنگاه آر و کیو، آر آنگاه اس یا تی و نقیض اس. آیا از این تی حاصل می شود؟ خب پ و کیو رو جدا می کنم، میشه پ کیو و اینها. پس میشه 1 2 3 4 5. از اون تکیه شروع میکنم. 1 و 3 رو با هم میگیرم. 1 و 3 رو با هم بگیرم میشه پ آنگاه آر و کیو و پ به من آر و کیو رو میده که اگر آرش رو جدا کنم و کیو رو جدا، این عبارت باشه 6 این باشه 7. میگم که با عبارت 4 میگیرمش، یعنی 6 و 4. 6 و 4 به من آر آنگاه اس یا تی و آر به من اس یا تی رو میده. اس یا تی اگر در نظر بگیری من یه دونه نقیض اس دارم، اما این رو باید هم ارزی بنویسم. این شکل برای من ناآشناست، پس این رو می نویسم نقیض اس آنگاه تی. یه در تمیز در بنویسم نقیض اس آنگاه تی. این رو میگذارم عبارت 8. خب اگر 8 و 5 رو در نظر بگیرم، 8 و 5 با هم چی میده؟ میده نقیض اس آنگاه تی
و نقیض اس به من چی میده؟ تی. پس اینم معتبره. خب دوستان چند تا سوال دیگه از کتابمون حلش میکنم، از کتاب براتون حل میکنم، از تمرینات کتاب هست. گفته که استنتاج اینها رو اثبات بکنید که درست هست یا نه. درستی استنتاج های زیر را اثبات کنید یا بررسی کنید، فرق نمی‌کنه. گفته شده نقیض پ یا کیو آنگاه آر، اس یا نقیض کیو نقیض تی، پ آنگاه تی نقیض پ و آر آنگاه نقیض اس. آیا از این نقیض کیو نتیجه می شود؟ خدمتون گفتم اول میایین نامگذاری میکنید. خب گزینه یک یعنی عبارت یکمون تقریبا بد نیست قیافش، ولی بهتره اینو این شکلیش کنم که پ آنگاه کیو آنگاه آر بشه. این میشه کیو آنگاه اس. اینم که نقیض 3 که خوبه، 4 هم خوبه، 5 هم خوبه تقریبا. خب حالا میام ببینم که چی رو با چی بگیرم بهتره. گفتیم خدمتون از به اینا میگه فکت، از فکت ها شروع کنیم، از اون تک گزاره ها کمک میگیرم. اگر نگاه بفرمایید 3 و 4 رو با هم مقایسه کنیم، در 3 نقیض تی دارم اما در 4 پی آنگاه تی رو داریم. پس میتونم از این دوتا استفاده کنم. البته اول بهتره که 4 رو هم ارزش رو بنویسم که کار من رو ساده کنه. پس میام از 3 و 4 استفاده میکنم، میگم نقیض تی آنگاه نقیض پی و نقیض تی. به من چی میده؟ میده نقیض پی. خب حالا میام دوباره توی گزینه ها نگاه میکنم. عبارت 4 توش پ داره، اما اون شکلی که من میخوام نیست. این نقیض تی آنگاه نقیض پ هستش. اینو به دردم نمیخوره و اینو تا اینجا کاری بهش دیگه ندارم. فعلا با این کاری ندارم، میرم سراغ عبارتهای دیگه که میتونم سادهشون کنم. نگاه میکنم ببینم که دیگه چی دارم. مثلا عبارت 2 و 5 رو نگاه بفرمایید. 2 و 5 فقط باید یه تغییر کوچولویی اینجا ایجاد کنم. میگم این رو اگر هم ارزی بنویسم با نقیض اس آنگاه نقیض کیو و میشه و با این مقایسش کنم، با 5 میشه نقیض پ و آر آنگاه نقیض اس. اینم میشه نقیض اس آنگاه نقیض کیو. از اینجا چی حاصل میشه؟ نقیض پ و آر آنگاه نقیض کیو. خب از من تو عبارت نقیض کیو رو خواسته. خب من باید ببینم که میتونم آر رو هم به دست بیارم. آر رو من کجا دارم؟ من آر رو در عبارت 1 دارم و دیگه جای دیگه یه دونم تو عبارت 5 دارمش. خب اگر خاطرتون باشه یکی از قوانینی که خدمتون گفتم ما وقتی که یه قانونی داریم مثلا نقیض پ، این رو میتونیم بگیم نقیض پ یا کیو. یه چیزی رو میتونستیم باهاش اور کنیم. یکی از قوانین بود. خب حالا من این رو بهش اضافه میکنم. پس من این قانون رو ازش استفاده میکنم. میدونم از نقیض پ این حاصل میشه
و این هم ارز با چیه؟ این هم ارز هستش با پ آنگاه کیو. پس این یه نکته است، این رو حواسمون باشه. من اینو قرمز کنم براتون، حواستون باشه. من با توجه به نیازم کیو رو اضافه کردم. چرا؟ چون تو عبارت یک همچین عبارتی داشتم. پس اگر یک رو اصلا تغییر نداده باشم، همون حالت اولش استفاده کنم، یا اینکه نه تغییر این رو این یکی رو تغییر داده باشم، هر دو یکیه. پس عبارت یک و چی رو برمیدارم؟ یک و این عبارت رو اسمش رو میگذارم 6. 1 و 6 به من چی میده؟ از 1 و 6 که هست نقیض پ یا کیو آنگاه آر و نقیض پ یا کیو به من میدهد آر. خب من آر رو دارم، نقیض پ رو هم اینجا دارم. خب گفتم خدمتتون وقتی که نقیض پ رو داری، آر رو داری، حاصل میشه نقیض پ و آر. اینم یه نکته بود. خب حالا میام چیکار میکنم؟ این رو هم عبارت 7 میگذارم. خب میگم که انگار اینجا نوشتن نکته 7. خب حالا میام میگم که از 7 و 5، درسته؟ از 7 و 5 چی حاصل؟ نه میخوام از این عبارت میخوام استفاده کنم. اینم اگر بذارمش 8، میگم از 7 و 8 چی به دست میاد؟ نقیض پ و آر آنگاه نقیض کیو که 8 و نقیض پ و آر به من میدهد نقیض کیو. این که تمرین کتاب بود. ببینید ممکنه شما یه راه دیگه برید، اصلا دلیل نداره مال روش های هر دومون یکی باشه. مهم اینه که آیا نقیض کیو رو میتونی حاصل کنی یا نه. خب من با یه سری عبارت به دستش آوردم، شما ممکنه با یه روش دیگه برید به دست بیارید. اصلا مهم نیست روش ها، نتیجه مهمه. نتیجه یکسان باشه کار درسته. تمرین بعدی کتاب این هستش که دوباره در ادامه اونه، درستی استنتاج زیر را بررسی کنید. پ یا کیو، کیو آنگاه آر، پ و اس آنگاه آر، نقیض آر، نقیض کیو آنگاه یو و اس. آیا حاصلش تی هست؟ خب میام میگیم که روش خودمون شماره گذاری و ساده سازی. میگم این هم ارز است با نقیض کیو آنگاه نقیض پ آنگاه کیو، نقیض پ آنگاه کیو. 2 خوبه. 3 فعلا کاریش ندارم. 4 البته دوستان این رو در نظر بگیرید که این عبارت هم ارز است با پ آنگاه اس آنگاه آر. این رو هم تو اون عبارتهای هم ارزی که براتون اثبات کردم اگه جدول درستیشون رو برید وقت بگذارید این رو رسم کنید، این عبارت ها با هم ارز هستن، ولی ما این رو حفظ میکنیم و ازشون استفاده میبریم. خب عبارت های دیگه هم خوبن. خب حالا میام شروع کنم. گفتم ابتدا از چی شروع میکنم؟ از تک گزاره ها.
از فکت ها شروع میکنم. نگاه میکنم میبینم آره 2 با 4 اگر بخواد ساده بشه باید یه تغییری توش بدم، باید نقیضش کنم 2 رو. پس میام 2 رو یه ذره هم ارزیش رو هم مینویسم، هم ارزی گزینه عبارت 2 رو هم مینویسم. میشه نقیض آر آنگاه نقیض کیو. خب حالا پس میام میگم عبارت 2 و 4 به من چی میده؟ میگه نقیض آر آنگاه نقیض کیو با نقیض آر به من میدهد نقیض کیو. خب حالا عبارت 1 رو نگاه بفرمایید. عبارت 1 ساده، یعنی هم ارزیش رو بنویسم، به من میده نقیض کیو آنگاه پ. و این عبارت رو اگر 6 نامگذاری کنم میگم که 1 و 6 چی میده؟ میگم نقیض کیو آنگاه پ و نقیض کیو به من میدهد پ. خب عبارت 7 اگر این نامگذاری شود، 7 و 3 رو نگاه بفرمایید. 3 و 7 پ آنگاه اس آنگاه آر و پ میدهد اس آنگاه آر و اس آنگاه آر. و اگر اینم دوباره هم ارزیش رو بنویسم، بگذارمش 8. خب 8 و 4 به من چی میده؟ نقیض آر آنگاه نقیض اس و نقیض آر میدهد نقیض اس. خب ما دنبال چی بودیم؟ ما دنبال تی هستیم. تی اصلا کجا بوده؟ تی تو عبارت ها نبوده؟ یا من اشتباه نوشتم؟ پ و اس آنگاه تی هستش. بله من اشتباه نوشتم. این تیه. اینجا تی میشه. خب پس اینم الان تیه. خب اس آنگاه تی. و خب آیا من اس رو به دست آوردم جایی؟ نه. خب این غلطه. اینو دیگه نمیشد استفاده کنیم. خب حالا اگر توجه بفرمایید گزینه عبارت 6 و 5 رو با هم نگاه بکنیم. از 5 و 6 چه حاصل می شود؟ 5 و 6 5 و 6 می شود نقیض کیو آنگاه یو و اس و نقیض کیو به من می دهد یو و اس. خب خدمتون گفتم وقتی یو و اس هست میتونم جدا کنم. یو جدا، اس جدا و این رو بگذارم عبارت 9، این رو هم بگذارم عبارت 10. حالا عبارت 10 و 8 رو ببینید. 8 و 10 اس میدهد اس آنگاه تی و اس میدهد تی که به دست میاد. پس بررسی شد که به این شکله. دوستان باید مرحله به مرحله برین، صبوری کنید و ممکنه از یک عبارتی چندین بار استفاده کنید. اصلا اشکالی نداره. مهم اینه که نتیجه به دست بیاد. عبارت بعدی درستی عبارتهای زیر. درستی استنتاج رو بررسی کنید. درستی استنتاج
زیر را بررسی کنید. نقیض پ آنگاه آر و نقیض اس، تی آنگاه اس، یو آنگاه نقیض پ، نقیض دبلیو، یو یا دبلیو آیا حاصل می شود نقیض تی؟ خب شماره گذاری 1 2 3 4 5. خب اون یک عبارت خوبیه، ظاهرش 2 همینطور، 3 همینطور، 4 هم خوبه. 5 رو بهتره این شکلی بنویسم و آیا نقیض تی حاصل می شود یا نه. خب میام میبینم که با این گزینه 4 رو، عبارت 4 رو اگر نگاه بفرمایید نقیض هست، پس بهتره اینم به شکلی که بتونم با اون یه کاری انجام بدم به اون شکل در بیارمش. خیلی خوب بگم 4 و 5 میشه چی؟ 4 و 5 میگم نقیض دبلیو آنگاه یو و نقیض دبلیو میدهد یو. خب 3 و این عبارت رو اگر 6 نامگذاری کنم میگم که 3 و 6 یو آنگاه نقیض پ و یو میدهد نقیض پ. خب با این عبارت رو اگر 7 نامگذاری کنم 7 و 1 رو نگاه بفرمایید، نقیض پ آنگاه آر و نقیض اس با نقیض پ به من میدهد آر و نقیض اس. وقتی اینا این شکلی شد گفتم خدمتتون جدا کنید. پس این عبارت 8 است و این عبارت 9. حالا آر و نقیض اس رو دارم. اگر نقیض اس رو بخوام استفاده کنم عبارت 2 رو باید یک هم‌ارزی براش بنویسم. خب عبارت 2 و 9 رو در نظر میگیرم، میشه نقیض اس آنگاه نقیض تی با نقیض اس به من میدهد نقیض تی که اثبات شد. بعدی گفته که همون درستی عبارت رو بررسی کنید، درستی استنتاج رو بررسی کنید. خب هست پ آنگاه کیو آر یا اس، نقیض اس آنگاه نقیض تی، نقیض کیو یا اس، نقیض اس، نقیض پ و آر آنگاه یو. اولویت عملگرها خاطرمون هست که اینا رو به چه شکلی میخونیم. تو جلسه قبل خدمتتون توضیح دادم. این تی هست، وی دبلیو یا تی و گفته شده آیا یو و دبلیو استنتاج می شود یا نه. خب ما کارمون رو بلدیم. یک شماره گذاری الان شماره گذاری کردم و میخوام ببینم که آیا این به اون شکلی که من میخوام و دوست دارم هست یا نه. 1 خوبه، 2 نه، 2 هم ارز است با نقیض آر آنگاه اس، 3 خوبه، 4 میشه کیو آنگاه اس، 5 خوبه، 6 هست نقیض پ آنگاه آر آنگاه یو.
دوستان گفتم خدمتتون اینا رو تمرین کنید که حفظ بشید. و هم عرض است با نقیض W آنگاه T. خب حالا نگاه کنین، اول میرم سراغ تک گزینه ها. نقیض S. ببینید کجاها من S دارم. 2 3 4 5. پس من ببینم از توی اینا، از دل اینا چیا میتونم بکشم بیرون. ببینید میگم اگر 5 و 2 رو بخوام در نظر بگیرم نمیشه، پس یه هم ارزی دیگه براش بنویسم. خب الان این خوبه. 3 خوبه. 4 هم براش هم ارزی بنویسم. الان خوب شده. حالا میام اینا رو تک تک با هم دیگه میگیرم. ببینید 2 و 5 رو اگر بگیرم میشه نقیض S آنگاه R با نقیض S به من میدهد R. 3 و 5 چی میده؟ 3 و 5 میشه نقیض S آنگاه نقیض T و نقیض S حاصل نقیض T. گزینه عبارت 4 رو توجه بفرمایید، یعنی 4 و 5 حاصل چه خواهد بود؟ 4 و 5 نقیض S آنگاه نقیض Q و نقیض S نقیض Q. خب اینها الان برای من حاصل شده، اما توجه بفرمایید من دنبال U و W هستم. خب پس تا اینجا هرچی ساده سازی بود انجام شد. حالا باید بریم سراغ ساده سازی های دیگر. عبارت 2 بله رفتیم. عبارت 1 و عبارت 6 رو اگر نگاه بفرمایید فقط باید یه تغییر کوچولو، یعنی یه هم ارزی برای عبارت 1 بنویسم. هم ارز است با نقیض Q آنگاه نقیض P که بتونم ازش استفاده کنم. پس میام میگم 1 و 6. 1 و 6 به چه صورت است؟ نقیض P آنگاه نه، اول باید 1 رو بنویسیم چون که میخوام اون مورب شکل صورت بگیره دیگه. پس میگم که نقیض Q آنگاه نقیض P و نقیض P آنگاه R آنگاه U. ببینید به این شکل اینطوریه، میشود نقیض Q آنگاه R آنگاه U. حالا اگر این رو من 8 نامگذاری کنم، 8 و 9 چی به من میده؟ 8 و 9 میشه نقیض Q آنگاه R آنگاه U و نقیض Q حاصل میشود R آنگاه U. خب R آنگاه U و عبارت این اگه عبارت 10 باشه، اینم عبارت 11 اگه نامگذاریش کنم، از 10 و 11 چی به دست میاد؟ R آنگاه U و R می شود U. خب من دنبال چی بودم؟ من دنبال این بودم که آیا U و W حاصل می شود؟ ببینید ما U رو به دست آوردیم، U شو داریم. آیا W رو هم داریم؟ W رو بله، W رو توی عبارت 7 دارم که نقیض W آنگاه T هستش. نقیض T رو هم که اینجا دارم. خب پس بیام اینجا این رو بگذارم عبارت 12، این رو بگذارم عبارت 13.
ولی بایستی این رو تغییر بدم. درسته؟ باید عبارت 7 رو یه هم‌ارزی براش لحاظ کنم، چون این کار منو راه نمیندازه. خب پس 7 و 13 رو نگاه بفرمایید. 7 و 13 چی میده؟ گفته نقیض تی و نقیض تی آنگاه دبلیو می شود دبلیو. خب این رو هم میگذاریم عبارت 14. خب من بهتر برم صفحه بعد. از عبارت 12 و 14 یو دبلیو میدهد یو و دبلیو. پس این رو هم اثبات کردیم. خب دوستان، این تمرین ها مربوط به کتاب درسی بود که من خدمتتون عرض کردم. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. امیدوارم موفق و مؤید باشید.